تو چرا چشم گوسفندو خوردی؟ گفتم چون خوشمزه بود. گفت نه مگه نمیدونی وقتی یه آدم چشم گوسفندو میخوره یه بلایی سر داداشش میاد. گفتم این چه چیزه چیرت و پرتی آخه، اینو اصلا از کدوم من به این موثقی در آورد؟ اینو کی گفته؟ گفت سلماس خانم. گفت سلماس خانم گفت من یک بار چشم گوسفندو خوردم فرداش داداشم مرد. گفتم خب اون سلماس خانم داداشش 93 سالش بود، یعنی اون هر آن ممکن بود بمیره حتی اگر سلماس خانم املت میخورد. معلومه که تو رو چشم زدن. گفت به الان مشخص میکنم کی تو رو چشم کرده. رفت یه دونه تخم مرغ آورد، بعد یه سی اسامی روش نوشت، بعد شروع کرد گفت داداشم، آبجیم، اصغر آقا، باجناقم، باجناقم، باجناق. دیدی این بود.